سلام عرض میکنم خدمت همه کاربران کوینگرام. با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم در مورد وبسایت تریدینگ لایت. میخوام یه 3 امکان دیگهش رو به شما معرفی کنیم. البته این امکانات توی وبسایت تریدینگ ویو هم هستش، ولی باید اکانت پولی تهیه کنید توی تریدینگ ویو. ما میخوایم در مورد VPVR، VPSV و ولیومی که اینجا داره صحبت کنیم. اگه دقت کنید یک مقدار ولیومش متفاوت از تریدینگ ویو. اگه کندلی تو تریدینگ ویو سبز باشه حتما اینجا سبز میشه ولیوم، ولی اینجا میبینید که الان کندل اون سبزه. حالا تو این سایت رنگش زرد رنگه ولی اینجا همچنان قرمزه. میخوایم در مورد اینها صحبت کنیم و ببینیم چرا همچین اتفاقاتی میفته. با ما همراه باشین تو این ویدیو. اگه میخواین از ما حمایت کنید، ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید، تو کانال ما سابسکرایب کنید و ما رو دنبال کنید. اول از همه بریم سراغ ولیوم که حالا باش آشنایی. البته تمام این اندیکاتورها مربوط به حجم هستن. ما از اینجا روش که بریم ولیوم رو میتونیم بیاریم و دابل کلیک که میکنیم میتونیم یه سری تغییرات بدیم. شو لیبل که با این لیبلش کار داریم الان و دقیقا همین لیبلی که بالا سمت چپ هستش جلوی ولیوم نوشته توی چارتتون. میرم روی کندل. حالا این ولیوم رو نگاه کنید. میگه توی این کندل 1961 بای داشتیم، 2076 تا سل داشتیم و دلتا منفیه، یعنی تمایل. با اینکه قیمت رفته بالا، کندل سبز قیمت بالا رفته، ولی تمایل به فروش بوده بازار. یعنی میشه پیش بینی کرد که بازار میتونه بعد از این اتفاق به سمت پایین بیادش. به خاطر همینه که این پایین با اینکه کندل سبزه ولی این پایین قرمز هستش. به خاطر همین دلتای منفی هستش که این اتفاق میافته. این اتفاق رو چند جا رخ میده. اولین جایی که این اتفاق رخ میده توی حمایت مقاومت ها هستش و جای بعدی که رخ میده جاهایی هستش که ما بازار تمایل داره که تغییر جهت بده و به سمت دیگه ای پیش بره. وقتی که چندین بار همچین اتفاقی میفته عملا ما داریم واگرایی میگیریم. وقتی که مثلا میگم کندل بعدی هم سبز باشه، کندل بعدی هم سبز باشه، ولی این ولیوم‌های پایینش قرمز باشن، داره به ما واگرایی میده و مطمئنا بعدش بازار میریزه به سمت پایین میادش. و بالعکسش وقتی چند تا قرمز داریم ولی این پایین بارامون سبز هستش، داره به ما واگرایی میده که بازار میخواد برگرده به سمت بالا. این استفاده یکی از استفاده از این ولیومی بودش که این سیستم به شما میده. ما تو آموزش قبلی در مورد این هیت مپ ها صحبت کردیم، گفتیم زوم کنیم روش میتونیم ببینیم. به طور مثال همین الان تو 175 تا بیت کوین اینجا واسه فروش گذاشتن این بالا و اینجا 325 تا واسه خرید، که حالا تو ویدیوی قبلی کامل توضیحش دادیم، میتونید مشاهده کنید. اندیکاتور بعدی که میخوایم در موردش صحبت کنیم این VPVR هستش که حالا اون VPSV هم مثل همین هستش، حالا با یه سری تفاوت ها که بعدش توضیح میدم. اول از همه این اندیکاتور توی تریدینگ ویو هم موجود هستش، ولی باید اکانت پولی تریدینگ ویو رو تهیه کنید تا بتونید ازش استفاده کنید. و به جرئت میتونم بگم یکی از دلایلی که میصرف آدم اکانت پولی تریدینگ ویو رو تهیه کنه دقیقا همین اندیکاتور هستش. تو همینجا من نمیتونم خیلی ازش استفاده کنم، چون ببینید من زوم اوت که میکنم این پایین به من ارور میده که بعد سابسکرایب کنم تا بتونم این کار رو انجام بدم، تا بتونم دیتای قبل تر رو ببینم. خیلی مهم هستش که دیتای قبل تر رو ببینید و این اندیکاتور بر اساس اون کار کنه. سیستم کارش به چه صورت هستش؟ میاد
میزان معامله شده توی اون قیمت ها رو بررسی میکنه بر اساس چارتی که الان توی اسکرین هستش. یعنی الان این خطا بر اساس این یه تیکه است که من مستطیل کشیدم، یعنی کل این چارت هستش. وقتی که زوم میکنم روش، مثلا میارمش اینجا، این خطایی که میاد بر اساس همین دوتا دونه کندل هستش. نکته ای که داره این هستش که بر این اساس هستش. حالا ما چه نتیجه گیریایی میتونیم از این بکنیم؟ یکی از مهمترین کاربردهایی که این اندیکاتور داره تشخیص قدرت حمایت ها و مقاومت هاست، یا حالا ترند لاین ها، مقاومت های داینامیکتون یا استاتیکتون، هر چی که هست یه ناحیه‌ای به شما میده که شما میتونید قدرت این حمایت و مقاومت رو تشخیص بدید. من اینو زوم اوت میکنم. این خیلی گزینه مناسبی نیستش به خاطر اینکه بازه خیلی کوتاهی داره. این اگه مثلا توی تریدینگ ویو پولی اینو بررسی میکردین یا تو همین سیستمش اگه پولی بودش بررسیش میکردین، نتیجه های خیلی جذاب تری میگرفتین. ولی حالا تو همین میایم بررسیش میکنیم. ببینید اینجا رو ببینید، این خط بزرگترین کنده باری که داره والا اینجا هستش. این نشون میده اینجا که این بار بزرگ هست، حمایت مقاومتی که تو این ناحیه داریم مهمترین، یعنی این دوتا بار در واقع دیگه یکی از مهمترین ناحیه‌های حمایت مقاومتمون هستش توی این چارت. پس الان که شکسته این ناحیه رو، الان که این ناحیه رو شکسته، برگشت ازش واسش سخته و انرژی زیادی ازش میگیره. یا به طور مثال این ترند لاین پایین رو ببینید. ما وقتی که میایم عقب میبینیم که اینجا خیلی خبری نبوده. میبینید اینجا کوچیکن این بارا، واسه همین خیلی نمیتونیم به این اعتماد کنیم. این یه حمایت و مقاومتی هستش تو بازار که به راحتی میتونه بازار بشکونتش یا به سمت بالا بشکونتش. پس خیلی نمیتونیم بهش اعتماد کنیم. یکی دیگه از نتیجه گیری هایی که از این میتونیم بکنیم، خیلی ها هست من دیدم خیلی ها رو که اصلا بر اساس اینا حمایت مقاومت تعیین میکنن، ولی حالا مثلا اونا روی روزانه بررسی میکنن که حالا تو این چارت خاموش هستش، فقط واسه سابسکرایب هستش. روی روزانه بررسی میکنن، توی تایم بلند مدت بلندترین نواحی رو در نظر میگیرن و اونا رو به عنوان ناحیه حمایت مقاومت میبینن. الان هم تو این چارت میبینیم که همچین چیزی واقعا هست. من همینجا یه لاین میندازم، ببینید این ناحیه رو که دارم بالا پایین میکنم که یه سری بارای بلند داره سمت راست، اینجا رو ببینید یه ناحیه حمایتی و مقاومتی بوده، اینجاها بوده واسش ناحیه خوبی بوده. اینجا خیلی معامله انجام نشده، اینجا خیلی جای سفت و محکمی نبوده واسش. توی بازم تاکید میکنم توی این چارت اینجوریه. این رو باید مثلا تو تریدینگ ویو پولی بررسیش کنید که تایم بلندتری داشته باشین. فقط صرفا برای آموزش دارم میگم. یا همینجا که مثلا خیلی بلند بوده، ما میبینیم که همین ناحیه توی اینجاها ما حمایت مقاومت داشتیم، تو همینجا کلی حمایت و مقاومت داشتیم توی نمودار که تشکیل داده اینها رو، و میشد ازش استفاده کردش. یه دونه اندیکاتور دیگه هم اینجا داره به اسم VPSV. این هم تقریبا کارش مثل همینه. این تو کل سیستم بررسیش مونه، کل چارتی که اینجا باز هستش اینا رو بررسی میکنه، ولی VPSV میاد همین چند تای آخر رو بررسی میکنه. این میادش همین مثلا این برای ایناست، این برای ایناست، این برای ایناست و اینا هم برای ایناست. این نشون میده تو این
اواخر بازار چه اتفاقی داره میفته؟ ما اینجا معامله خیلی داشتیم، یعنی توی این بازه که داریم بیشترین حجم معامله هم واسه اینجا بوده و اینجا یه ناحیه مهم به حساب میادش واسه مثلا تریدرهای اسکلپ. اینجا یه ناحیه مهم به حساب میاد و اگر از اینجا یه تریگر شورت بگیرن به سمت پایین پوزیشن میگیرن و اگر این ناحیه رو رد کنه و تریگر ورود به سمت بالا لانگ بگیرن، به سمت بالا لانگ میگیرن. اینجا رو به حد ضرر همین ناحیه، رد کردن همین ناحیه، این استفاده رو از این یکی اندیکاتور میکنن. ترکیب اینا کلا گفتم اینا مربوط به ولیوم هستش. ترکیب اینا با هم دیگه میتونه توی تریداتون خیلی کمک کنه. الان ببینید مثلا میگم اینجا ما یه ناحیه داریم که اگه بهش بخوره 326 تا بیت کوین واسه بای گذاشتن، واسه در نتیجه اگه اینا اوردرشون رو کنسل نکنن این میاد جلو و میتونه زورش بچربه به اینا و یه ناحیه مقاومتی واسه، یه ناحیه حمایتی واسه بیت کوین ایجاد کنه. و یا بالعکس اینجا، حالا اینجا خودش ببینید چقدر اوردر داریم، روی این ناحیه 171 اوردر داریم اینجا واسه فروش که خود این یه سد محکم هستش. من زوم دارم میکنم این عدد این ورش داره تغییر میکنه. خود این یه سد محکم هستش که اگه بخواد تو کوتاه مدت ازش رد شه مطمئنا یه خورده بر رنج بزنه بازار اونجا. کلا ابزارهای ساده هستن و میتونید ازش استفاده کنید. واسه تمرین بهتره که از همین سایت تریدینگ لایت استفاده کنید. با عنوان توضیح آخر فقط بهتون بگم که شما میتونید با ایمیل های مختلف هر ماه تریدینگ لایت ثبت نام کنید و استفاده کنید ازش بدون اینکه مثلا نسخه پولیش رو بگیرین تا دستتون را بیفته. زمانی که دیدین نیاز هستش که نسخه پولی بگیرین، حالا میتونید تعیین کنید که از کدوم استفاده کنید. من خودم ترجیحم اینه که از تریدینگ ویو استفاده کنم بخاطر و از این VPVR و VPSV رو اونجا استفاده کنم و فقط اینجا تو هیت مپ ببینم وضعیت رو که اونم داره بهم نشون میده دیگه. این خیلی چیز نداره، درسته حتی قیمتی نداره، این خیلی ارزون هستش، $9 هستش ماهیانه. $9 و $12 داره اگه اشتباه نکنم. ببینیم کجاش بود قیمتش. پرایسینگ 15 دلار، 16 دلار، $10 و $16 داره. خیلی قیمت بالایی نداره واسه یه کار، ولی خب میگم من ترجیحم اینه که از تریدینگ ویو استفاده کنم واسه این کار. امیدوارم همیشه پرسود باشین. برای حمایت از ما توی شبکه‌های اجتماعی ما سابسکرایب کنین، توی یوتیوب، آپارات، اینستاگرام و تلگراممون عضو بشین، ما رو به دوستای خودتون معرفی کنید. خدا نگهدار.